نگاهی به زندگی نامه و خدمات مولانا عبدالحمید از رهبران و علمای نامدار اهل سنت ایران. مولانا عبدالحمید اسماعیلزهی در سال 1326 در روستای گلوگاه واقع در غرب شهرستان زاهدان در میان خانواده متدین دیده به جهان گشود. ایشان علوم ابتدایی را در شهر زاهدان فرا گرفت، اما با توجه به اینکه در آن دوران شهرستان زاهدان فاقد مدارس دینی بوده، برای ادامه تحصیل به پاکستان رفته و در مدرسه دینی دارالهدی در ایالت سند ثبت نام کرده و از محضر بزرگان این ایالت کسب فیض نمود. بعد از مدتی راهی ایالت پنجاب شده و وارد حوزه علمیه بدرالعلوم رحیم یارخان شده و علوم تفسیر و حدیث را از محضر مولانا عبدالغنی جاجروی رحمت الله فرا گرفت. مولانا عبدالحمید در سال 1349 هجری شمسی از حوزه علمیه بدرالعلوم رحیم یارخان فارغ التحصیل شد و پس از فراغت به زاهدان بازگشت. وی پس از بازگشت به زاهدان با مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که از علمای بزرگ منطقه و رهبران اهل سنت به شمار می‌رفت ارتباط برقرار کرد. فارغ التحصیلی مولانا عبدالحمید مقارن بود با سال تأسیس حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان توسط مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه. لذا مولانا عبدالحمید نیز در این حوزه مشغول تدریس شد. نبوغ و صلاحیت‌های موجود در مولانا عبدالحمید باعث شد که مولانا عبدالعزیز وی را به عنوان نماینده خود در امور اجتماعی و مسئول داخلی دارالعلوم زاهدان قرار دهند. پس از وفات مولانا عبدالعزیز رحمت الله مسئولیت دارالعلوم زاهدان و امامت جمعه مسجد جامع مکی این شهر بر دوش مولانا عبدالحمید گذاشته شد. مولانا عبدالحمید با استعانت از الله متعال توانست فعالیت‌های مولانا عبدالعزیز در راستای اصلاحات اساسی در جامعه بلوچستان را تکمیل کند. فعالیت‌های مولانا عبدالحمید در جامعه اهل سنت و بلوچستان موجب شد تا ایشان در میان توده جامعه اهل سنت ایران اعم از علما، اندیشمندان و به عنوان یک رهبر پرنفوذ و دلسوز شناخته شود. مولانا عبدالحمید همواره تلاش نمود تا با ایجاد بیداری در میان وجدان‌ها استعدادهای نهفته جامعه را شکوفا سازد و فضای وحدت و اخوت در بین اقشار مختلف جامعه را برقرار نماید. مبنای تفکر و اندیشه مولانا عبدالحمید بر این است که برای رسیدن به هدف باید آرامش و امنیت بر جامعه حاکم باشد. باید در محیطی مسالمت آمیز و با سکون به دعوت و بیدارگری پرداخت تا حس دینی تحریک شود و همگان به معارف اسلامی و ارزش‌های دینی دست یافته و از خرافات و بدعات و رسومات جاهلی نجات پیدا کنند. مولانا عبدالحمید در جامعه اهل سنت به عنوان یک مرجع دینی اندیشمند عرصه اجتماعی و صاحب نظر مسائل فکری و سیاسی همواره نقش فعالی داشته است. آنچنان که همه روزه با کمال گشاده‌رویی و مهارت خدادادی بدون هیچ گونه احساس خستگی و کسالت به حل و فصل مشکلات مردم بپردازد. ایشان همچنین در آزادسازی نیروهای نظامی که در سال 1393 توسط گروه جیش العدل به گروگان گرفته شدند نقش کلیدی ایفا نموده که در نوع خود میتواند نشان دهنده حس وحدتگرایی و رهبری و مدیریت جامعه به دور از رفتارهای تنش‌زا و خشونت آمیز باشد و این در حالی است که نیروهای افراطی شیعه و اقتدارگرایان سپاه و بسیج با اقدامات تنش‌زا همواره منطقه سیستان و بلوچستان را دچار چالش‌های جدی کردند. حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و مسجد جامع مکی در نتیجه فعالیت و زحمات مولانا عبدالحمید شاهد شکوفایی و گسترش کمی و کیفی بسیار زیادی بوده و هست. افزایش تعداد طلاب و نیز مکاتب تحت نظارت دارالعلوم زاهدان و توسعه چشمگیر مسجد جامع مکی این دو مرکز دینی و علمی را در شمار بزرگترین مساجد و مراکز علمی و دینی اهل سنت ایران قرار داده است. اما خصوصیت بارز مولانا عبدالحمید مطرح کردن مطالبات اهل سنت ایران و پیگیری آنها از مجرای قانونی و منطقی است. ایشان در مناسبت‌های مختلف ضمن انتقاد از عملکرد هر گونه تبعیض مذهبی، قومی و نژادی و ایجاد اختلاف بین پیروان مذاهب و اقوام و دعوت همگان به وحدت و اخوت، مطالبات و خواسته‌های جامعه اهل سنت ایران را در مراسم نماز جمعه و اعیاد فطر و قربان و دیگر مناسبت‌ها و موقعیت‌های مناسب مطرح می‌نمایند. نکته قابل توجه دیگر این که دایره تفکر، اندیشه و فعالیت مولانا عبدالحمید فقط در چارچوب حوزه و تدریس علوم دینی منحصر نمی‌شود، بلکه ایشان همواره به اهمیت ارتباط بین حوزه و دانشگاه تاکید کرده همگان را به فراگیری علوم دانشگاهی و رسیدن به مدارج عالی علوم روز توصیه می‌نمایند.
تأسیس دفتر امور دانشجویی در حوزه علمیه زاهدان و تهیه خوابگاه دانشجویی تحت نظارت حوزه علمی دارالعلوم زاهدان و برگزاری جلسات اصلاحی و تربیتی برای قشر دانشجو و تحصیل کرده جامعه گواه صادقی است بر اهتمام ایشان به این نوع موضوع مهم. به رغم اندیشه متعالی و فعالیت‌های سازنده و وحدت بخش مولانا عبدالحمید، اما اقتدارگرایان و نیروهای امنیتی و سپاهی همواره رویکرد چالش‌زا و تنش آفرین در قبال خدمات ارزنده مولانا عبدالحمید به جامعه اهل سنت داشته و با اعمال محدودیت‌های فراوان از جمله منع سفر به سایر استان‌ها و نیز ایجاد محدودیت در سفرهای خارجی به جای عمل به وظایف قانونی خود، شرایط سخت و دشوار را بر جامعه اهل سنت و به ویژه شهروندان بومی سیستان و بلوچستان تحمیل کردند.